بعضی وقتا که داریم با سیستم کار میکنیم برامون این کار ضروری پیش میاد، مجبور میشیم سیستممون رو خاموش کنیم. اما اگر میخواید داخل محیط سیستمتون هر کاری که دارید انجام میدید برای خودتون بمونه و زمانی که سیستم رو خاموش کردید خواستید برید یه جایی و برگردید دوباره سر همون کارا، این کاری که بهتون میگم رو انجام بدید. وارد کنترل پنل سیستمتون میشید و بعد از اینکه وارد شدید توی قسمت کنترل پنل اونو باز میکنید و کلمه پاور رو سرچ میکنید و اینجا گزینه change what to power button do رو انتخاب میکنید. حالا اینجا توی قسمت change setting رو میزنید این بالا و چند تا گزینه داری. این گزینه‌ای که فعال نیست به اسم هایبرنت اینو فعال میکنید و سیو چین رو میزنید. بعد از اینکه سیوش کردید این پایین یه گزینه برامون میاد که به اسم هایبرنت. زمانی که از این گزینه برای خاموش کردن استفاده کنید هر آنچه که داخل سیستمتون با کلی برنامه بازونه دارید زمانی که سیستمتون رو دوباره روشن کنید همون حالت براتون هست.